و باید برای هنرمندان بگویم که برای هر اجرای هر یک شرط وقتی معین پیشنهاد شده است رگلامنت رو خوب رعایت کنید. برای صحنه‌چه هجوی 5 دقیقه مقرر شده است و 5 دقیقه خواهش می‌کنم هنرمندان باید به نوبت بگیرند وقت رو و این زمان دعوت میکنیم گروهی نوبتی رو غریب شو کمپانیا استقبال میگیریم. مرحمت استقبال شما. و اگر شما با جانب دوری اوچه بیکا اوزیکا آواز دادنی هستید 02 رو با رقم 1617 SMS فرستانید. اگر با گروه محفل رو SMS فرستادنی باشد رقم 01 رو بگیرید و اگر برآمد غریب شو کمپانیا پسندتون آمد رقم 03 رو گرفته با رقم 1617 ارسال دارید. اینا گروهی غریب شو کمپانیا رو به صحنه میخونه. مرحبا. شرط سومی آزمون صحنه‌چه هجوی. مرحمت. دیلافروز فروخ تیار شد سر شد برنامه زیبا سنمی کرتا قلمی زیبا سنمی کرتا قلمی تو به خبری بخدا کی آیاری منی تو به خبری دختره کی توجیگ یاری منی زیبا سنمی کرتا قلمی MMS و SMS رو فراموش نکنید. برنامه زیبا سنم سر شد التماس فراموش نکنید. گروه غریب شو کمپانیا زیبا سنم مرحمت. ایستا نرس تنها از آن زیبا سنم است. ایستا دلافروز نرس. فاروق من تنها میخواستم بینم این غالبی شخصی که غالبی آزمون میگردد صاحبی شاه جایزه تاج طلایی میگردد. خیلی خوب بیا دلافروز برنامه را کشاده گفته اعلان میکنیم. پس چرانه برنامه آزمونی زیبا سنم را کشاده آغاز مینماییم. خوب دلافروز بیا اول اعضای حکمان رو با روی صحنه خوانیم. اعضای حکمان مرحمت. استاد فرهنگ شناس روح شناس خدای قل توی قلف رو به صحنه میخونیم و روانشناس استاد ورزیده خوش آمدید نور دیده باجی سر بگویم قدم بختیار برای شما توفه چورده بود. میبخشید ببخشید دلافروز. خب فاروق جان بیا وقت رو بای نمیدیم استفاده میبریم. خب شناس میکنیم. مرحمت. فرهنگ شناس روح شناس خدای قلف توی قلف خدای قل. روانشناس استادی ورزیده جمهوری دیزاینر موتوی نو غیرت و ودکر. مهمان آقای بلبلیان از جمهوری اسلامی افغانستان. خب قدم های شما را نور دیده تاج سر میگویم و بیایید یک جایه برنامه امروزه زیبا سنم 2011 را آغاز میکنیم. کشاده گفته اعلان مینماییم. مرحمت. سخنهای تو. سخنهای من سر کن. شیرین شود شکر شود اولینش پسر شود. دلافروز اما در توی نیستیم. اوی اینجا برنامه زیبا سنم است. زیبا سنمی رقم 1 نامش قطبیه قدش 1 متر و 83 سانتی متر در عائله دختری سیمین بوده. شغلی دوست داشتهش بادیو بیلدینگ آرزوی کچاک شدن را دارد. خوراکی دوست داشتهش لوبای چی می باشد. مرحمت. زیبا سنم نامش میده گل دختر 22 ساله قدش 150 سانتی متر بوده. در عائله 12مین دختر خانه است. شغل دوست داشتهش با تلفن گپ زدن و SMS روان کردن است که همه SMS ها با یک طرز و با یک متن نوشته شدند. مشتری زنگ شما را انتظار است.
آرزوی در یگان کینوی اوش است بازی کردن رو دارد. خوراکی دوست داشته‌اش استاد کسلت کمرمک. فاروق لبای با زیباسنامه رقمی 3 زیباسنامه رقمی 3 اطلسمو با کلیچکی عادیه دختری اولین و آخرینی یکه و یگانه پدر و مادر ارکه پدر و مادر مرحمت شغل دوست داشته‌اش دیسکتیکا. شغل دوست داشته زیباسنام رقمی 3 یعنی عادیه خان به دیسکتیک روی بوده. به بسیار جایها سفر کردن رو دوست می‌دارد. خوراکی دوست داشته‌اش نه خیلی اوه بوده و باری هم به خانه دیر نآمده است. سحر بر وقت می‌آید. نوبت اول رو آغاز می‌کنیم. چقدر ببینید چشمان جاذب داره، چقدر خوش‌روی زیبا. خب چنانه که گفتیم لباس رو ببینید چقدر شینم، قریب کستنش گریزد. بله من همچنین فکر میکنم. دلفروز بیا دوره اول رو آغاز میکنیم. زیباسنام‌ها در طی یک موسیقی برای قرعه کشیدن آماده شوید و آنچه سؤال به شما در ورقه می آید شما به جواب دادن تیار باشید. فاروق لبای تو چقدر خوشروی میخندی. مرحمت زیباسنامه رقمی 1 ورقتون رو خونید. سالتو کنید. سالتو. مرحمت زیباسنام رقمی 1 سالتو کنید. نفهمیدم چی؟ سالتو کنید. من نمیتونم. او زیباسنام از عهده همه کار برآید. همین هم دشوار است مگر دلفروز ها؟ نشد. نمیتوند؟ سالتو رو نمیتوند. اوجاست چه سالتو رو نمیتونه؟ نگاه کنید زیباسنام رقمی 1 سالتو چنین میشود. من باری اول و آخر برای شما نشون میدم. آفرین همینه اول و آخرین بار. آفرین. زیباسنامه رقمی 2 چی بوده؟ سوالشون. مرحمت سنبقه شوید. بلندتر. سنبقه شوید. مرحمت سنبقه شوید. میبخشید. من زیباسنامه زیباسنبقه. زیباسنام باید از عهده همه کار بی چون و چرا برآید. مگر همین دشوار است؟ من نمیشم. نگاه کنید فاروق مجبور بشی با خودت نشوندی. نگاه کنید اولین و آخرین بار. زیباسنام سنبقه را نمیتونست است. این خیلی میشود. زیباسنامه رقمی 3 عادیه خان. سوال شما. مار شوید. مار شوید. مرحمت مار شوید. وای اوجاست من از مار میترسم فاروق. من نفهمیدم. مرا گفتن که این میره سوال را خود چون جواب میتین. دلفروز در عرفیت میگم که مار از مار نمیترسد و مار میشید. نمیشه میگویم. نمیشود؟ نه. دختر اسپانسر. این خیلی که باشد همه کارهای آن شرطهای به شما میآید ما خودمان اجرا میکنیم. تشکر عادیه بانو چقدر شما ماری عجایب شدید. دلفروز گمان میکنم اگر من لبم رو پماد کرده کاسمتیک میکردم همه اسمس رو خودم میگرفتم. به اعضای حکمان سخن رو میدیم. آقای بلبلیا. بسیار خانمای قشنگ. خیلی خانمای قشنگ را بار اول میبینم. در افغانستان بسیار خانم‌ها قشنگ هستند، مثل که دخترم میبینی و دختر مانند است. این خیلی دخترها را بار اول میبینم. همه خانمه که موی سر زرد است باور کنید 90% به مرد مانند است، 10% به زن. بله
بله درست بعد بسیار از همین خانم اول از که بسیار دیدم کمتر تابم خیره شد بچه خاطر با اون خاطر که خانم آقای دلافروز این میبخشید خانم دلافروز میبخشید در این تاجیکستان اخلا طفلی نباشد کلوش نیست. درست راست میگه، راست خرید کردید. خواهش میکنم این کمبودی ها را به نظر بگیرین. خانم دلافروز شما را در افغانستان بسیار دوست میدارند، چهره زیبا داری. وقتی که راه میگردی قدم میزنی دل من تپ تپ میزنه. بگو که برای چی؟ برای چی؟ برای آنکه میترسیم که بار اول می وقتی که راه گشتن با پوچ نزنی. رحمت تشکر. آقای فاروق لبیک. شما بسیار در افغانستان شما را بسیار دوست میدارن. میدانی در کدام حالت شما را دوست میدارن؟ وقتی که اینها میگردی بسیار خوب را میگردی. و حالا سخن را به اعضای حکمان خدای قول توی قلف میدیم. من راستگم همه زیبا سنمی رقمی یک خود بیاجن بسیار دختری ناز لباسوش گفته که تنده توشش خاطه یکی همه کمزولی همه زنی ما هم داره همه خیلی سور راستگم همه خانه دا وقتی این دوکای همسویه میبینه دیده برابر بس واقعات و جاقاسته میدرنده سر لباسش گفته که یکی ماهی دخترک یه چی خفا چی کم بودی داشتن؟ همه در آمدن داد نامر تلفنش ماده دروغ داد توقری دادن نرکن زیبا سنم رقب دو دخترک بنهایت سر لباسش خودش دا گفته که دخترک خوب قد و قامتش هم بنهایت زیبا یکی خیلی دخترها را بیشتر مردمی ولایت ختلان کلین میکنن. برای چی؟ چه؟ برای پختچینی. رحمت استاد خوب قید کرده درست قید. قد بلنداش برای چی؟ قد بلندا را بیشتر مردمی غرم کلین میکنن. برای چی؟ برای سیوچینی. انا زیبا سنم رقم 3 عادیا جان بنهایت دختر وای سر لباسش خودش دا گفته که یکی همین دختره که وقتی من نگاه میکنم با بگم که همین شاوی درست خواب کردگی نیست. استاد یک چیز رو قید کنم که این زیبا سنم رقم 3 آن آشوایی که به شما میبیاید از دستی پدری همین کس میگذرد. ها نباشه بنهایت ماده معقول شده همین دختره. وقتی که همین دختره که ما دیدم راستگاه مخلصه عزیز مرا هم خدا رحمتی لودمیلا گورچین که پیش نظرم آمد. شما هم گپ نیست. سلامت باشید. رحمت استاد رحمت. خب حالا سخن به روانشناس استاد ورزیده جمهوری دیزاینر و اینچنین پریکماخر غیرت اتکورف داده می شود. تشکر. اگه جای باکی من این کس استادو سخن کردن میهمان از جمهوری اسلامی برادری افغانستان من این کس بسیار استادا درست قید کردن. اگه من همه زیبا سنمون نغزو ما یک تا وک شدگی سالن کاشانه حسن از این خانم خواهش میکنم که یک بار آمده بیان اونجا با یکم بار من همون طرز درست هوار نگاه داشتنی موی رو من بی پول با اونها هدیه میکنم. چی خیلی بود است؟ من مثلا مثل من این طرز مو من همین نرسکی میافتد. رحمت نرسکی میافتد؟ بله. فاروق با فکر شما پریچوسکای وای کس چی نام دارد؟ پاورودا منشکن. بله. نه با فکر من کروگاوای 82. بله. راست کردید. کوشش کنن که آیند همکاری میکنید. تشکر برای من. خب با فکرم استاد با چی سخنی دارن؟ یک سخنی میگم برای همین مویسر برادر در افغانستان خیلی مویسر آزماد هستند. بعد مویسر برادر خدم بسیار رفت آمد داریم. مویسری هم بسیار مویسر خوب است. مویسر را میدونی چی میگن؟ نه؟ پایلیچ. رحمت. بله تشکر. خوب قید کردید استاد. پادوادید کردیده. تشکر. خب اینک حالا میگذاریم به دور نهایی یعنی به شرط سیومی برنامه ایمون. تستر خوش میکنم. خب این هم باشد خواندنی سرود یا که خواندنی شعر یا اینکه ترانه زمزمه کردن ترانه. مرحمت. زیبا سنم رقم 1 شما. که معنای بلند مضمونی بلند داشته باشد. کاش مادر از جهانی بینشان قدرت می بود که سر برداشتی دیده من را در سری دامن خود سرد شادی بر فلک افراشتی آه مادر با زبانی کودکی میکشادم بر تو اسرار دلم. رحمت. تشکر.
یک کف پوبی برای همین کار خانم زیبا. و زیباسنم رقم 2 میدگل مرحمت. شعر میخونید یا سرود؟ شعر. مرحمت. شعر از استاد رودکی. چون تیغ به دست آوری مردم نتوان کش، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بحر ستمگاران کردن، انگور نه از بحر نبیزه است به سرخوش. تشکر رحمت. و حالا سخن نوبتی به زیباسنم رقم 3 عادیه خان داده می شود. مرحمت. قرائت شعر. من شعر نمیدونم، سرود میخونم. سرود میخونید؟ مرحمت. سرود خونید. من شعر نمیدونم، سرود میخونم. سرود معنای بلند داشته باشه. چقدر حسنی خدا داده طبیعی. این دختری رئیس ها؟ بیا دستگیری میکنیم. بهترینی دل نشینی چه شیرینی و نمیرم برای تو نمیدانی و آیا میدانی از آسمانی توفه پاکی از خدایت و بهترینی دل نشینی چه شیرینی درو یافتی بیا درو چودی سا نانی نانی نانای. آفرین چقدر با مضمونی بلند سراییده شد. تشکر. در یک لحظه با دو زبان. و از حالا سخن را به اعضای حکمان میدهیم. راستی که همه دخترها که برای همه گپ ندارم بینهایت سرودشان نسخرایت کردن. همه دختری یکم میگه پلک خندگی زورخان دویمشم به نظرم چون تیغ همه جاده هم باید کمتر بروتر خواند همه تیغ نمید را برد. سیمش ده همه ویری و تیبی هم بینهایت مده معقول شد. زنده باشه. مرحمت استاد خودت اگر یکم فلسفه دیگه داشته باشه. نه تشکر. به هر حال بسیار درست قرائت کردن. خانم یکم خانم دوم میتونن که باز کوشش نمایند به نظر میگیریم. خب به دور نهایی میگذارم، یعنی شرط چهارم به شرط سوال ها. سوال به زیباسنمی رقم 1 قطبیه خان آماده هستید؟ تستر خوش میکنم. اولین کیهانورد کیست؟ یوری گاگارین. کی؟ یوری گاگارین. خطا گفتید. لایک ایبلکا ساکچه و پیشاکچه. قرصک از چند طرف می شود؟ دو طرف. از دو طرف؟ از یک طرف هم می شود. خب میخ زرین تک زمین؟ سبزی نه گل میخ. دو تار چند تار دارد؟ دو تار نه 3 تار دارد. با دستش 3 تار. تنیسیست زنی مشهور ماریا شراپووا. بلندتر گپ زنید. ماریا شراپووا. خطا گفتید. خاصیت ارتقوا. نوشاکی قیمتترین؟ کوکاکولا. نه. سوساسولا. چی؟ سوساسولا. با چی؟ چه با چی؟ ماشینه قیمتترین؟ لکسوس. چه لکسوس؟ BMW. حافظه خوشاواز دنیا؟ شاکیرا. زیباسنم رقم 3 عادیه با شما آماده هستید؟ خب آدم چند چشم دارد؟ چی؟ آدم چند چشم دارد؟ 2 تا. این قدر سوالای مشکل ها. آفرین. آدم چند دندان دارد؟ 40 تا. چند تا؟ 40 تا. دلافروز من گمان میکنم اگر آدم 40 دندان میداشت به مانند اژدها میشد. در تیرزه چی رو میآویزند؟ کلیانکا. بله در زمستان کلیانکا رو میآویزند. آدم وقتی که تشنه میماند چی می نوشد؟ کولا. باز؟ یاگوار. باز؟ جینتونی. آفرین. شوهر مادر؟ پیاندر. کی؟ چه خیل؟ برای چی پیاندر؟ پیاندر؟ از شما پیاندر. از ما پیاندر. چه فهمیم؟ او شبا پیان میاد پیش درد خواه. آفرین. 2 جمع 2 5. راست یکی بریاد کردی 5 بشود. طرفای بهترینی تیسل؟ ملادس. باز؟ دگانه ها. یعنی آفرین و یاران خند زنید. کودک در چند ماه تولد می شود؟ 9 ماه 12 ماه. چرا 12 ماه؟ اگر گوشت اسب خورده باشد 12 ماه. می ترسم که گوشت فیل نخورد. عشق چیست؟ چی؟ عشق پول. ایستگاهی که 24 ساعت کار میکند. خرابالا نه که من اینجا نیستم. آنجا نیست. خب
غالب آزمون معین گردید. این هم باشد دختر سپانسور زیبا صنم ادیما. آدم تاج زرین است شما. مرحمت بی. نه ما در تاج در کار نیستم. چی؟ ما در پوتیوفکا فرانسیا. کجا؟ فرانسیا. پوتیوفکا؟ هیچ گپ نی. مرحمت منم. پوتیوفکا از شما. تشکر. خوش آمدید. نوریده تاج سر. خیلی میگویم هر آغازی را انجام است. بیا خیلی خوب شد. وای پوتیوفکا فرانسه نبود. پوتیوفکا 12 روز شهری توز بود برای تربوز چینی. با یک هفته بازار خیمیایی یوم بود. پوتیوفکای فرانسه رو تاج زرین از من. این پوتیوفکای فرانسه هم از من میروم. چرا تو؟ چیل. چرا مانه و من برای که پروژکتی من بود. همین که از همین بهترش از همین یک ترانه خودم نمونم باز کیدت کرد. نمیدونم پروژکتی من بود. غریبچو کمپانیا یک قرصک میزنیم با افتخارشون. صحنه هجوی بود در اجرای غریبچو کمپانیا و اگر به شما این صحنه پسند آمده باشد پس در حال SMS فرستید. رقم این گروه 04 است در روی خط ما.